این دسر رو شب یلدا درست کن، هم خیلی شیکه هم خیلی خوش‌طعمه، چه رنگ خوشگلی هم داره. بافتشو ببین. بریم که با هم درستش بکنیم. شیر سرد رو به همراه نشاسته ذرت هم میزنیم که نشاسته داخل شیر سرد حل بشه. بعد میذاریم روی اجاق گاز. از این سمت هم توت فرنگی و خامه رو با هم دیگه میکس میکنیم. وقتی میکس شد اضافه میکنیم به شیر و نشاستمون. هم میزنیم که کمی قوام بیاد. بعد شکر و ژله توت فرنگی رو هم اینجا اضافه میکنیم و دیگه هم میزنیم که ژله هم داخل این شیر حل بشه. کمی وانیل هم اضافه میکنم و تمام. باید به این غلظت برسه. بعدم که میذاریم داخل یخچال به مدت 4-5 ساعت با هر چی دارید تزیینش بکنید. چقدر خوشگل شد و خیلی هم خوش‌طعم.